آرام آرام ماما جون ماما جونی بی Assalomu alaykum. assalomu alaykum این نبیره چم جاوید هوای تازه برای من گیره کرده شتاس هوای تازه نقص لیکن مهمترش این تربیه. تو خلیقان گوش کن. من فکر میکنم که بزرگان به اودا نگفتند که فرزندی نقص داغی پدر، فرزندی بد باشد باغی پدر. یا اینکه برعکس، بفکرم برعکس بود فرزندی نقص این باغی پدر، فرزندی بد این داغی پدر. شما چی؟ شما دیر کردید همین خیل اکن شما با آدمی معلوم که آدمی کمتر تجربه دار خواندگی تشکر هنر آموز که از هنرمندی در کشاهی کنی، نه در محکم کنی. روز جساری نه این دیگه بود. روز به نزد لقمان حکیم شخص فرزندش را میارد، میگه که من فرزندی مرا گید. میگه چند روزه شد؟ میگه 3 روزه تمام در ماندید. یا توبه فرزنده از حاضر تربیه کردن لازم است که تا فردا و یک یاردم به شما کند، یک یاور شود، یک کمک نساند. حرمتی پدر و مادر فراموش نکن تو اختو. وای نبینید خانه شما گوش کرده از گیره هم موند. وای جونکی بیبیش اصلا که بیبیشه. یا توبه گفتن گیره نه این باید معقول نصیحت دوست میداریم ما نصیحت دوست میداریم نصیحت دوست میداریم. مهمش یک گام کار را رد نکنید. پول مرحمت پول شب نشینی دارم او را گفتن در کار شب نشینی کردن گیرد خرسندی کردن گیرد. مهمش اینکه آزادی ماندن در کار، آزاد در یک چارچوبه داشتن در کار میاد. آزاد باشد. هی دادو کی؟ لبای او تستر میمونو به تو خط شدن و خیر چورتا حاضر شنیده داشت حاضر رفتن در کار. تربیه فرزند را فراموش نکنید. من رفتم. یا توبه رفتیم جاوید جان خانه رفتیم